اگر کسی هر شب سوره نور بخونه یا هر روز. امام صادق فرمودن هر کسی هر روز یا هر شب این سوره رو بخونه لم یزن احد من اهل بیته ابدا، تو خاندانش دیگه گناه جنسی واقع نمیشه، نسلش فرزندانش با این سوره نور بیمه میشن، یعنی دخترش پسرش نوش نتیجهش تو خاندانش تو اهل بیتش انحراف جنسی پیدا نخواهد شد. این معلومه یه خاصیتی تو این سوره است. یه جمله دیگه امام صادق فرمود کسی که هر روز مقید بوده سوره نور رو بخونه وقتی از دنیا میره شیعه الی قبره 70,000 ملک، تو تشییع جنازش 70,000 فرشته شرکت میکنه، یدعون و یستغفرون الله حتی یدخل قبره، تا زمانی که تو قبر میذارن براش طلب مغفرت